سلام دوستان، اینها رو که میبینید بذر گل رز هست که جمع آوری کردیم از تقریبا حدود 1 ماه پیش. خب گذاشتیم خشک شده و میخوایم از بذر گل رز، در واقع گیاه گل رز رو به دست بیاریم. این دوستان اینا بذراش رو از داخلش در میاریم. اینها بذر گل رز هست این دوستان. خب میبینیم که بذرها رو کاشتیم به صورت پراکنده، ولی پرحجم بکارید. همیشه گل رز رو پرحجم بکارید، چون که تعداد بسیار زیادی از این بذرها سبز نمیشند. یه لایه نازک رویش خاک یا ماسته شسته میدیم و بعد آبیاری میکنیم. خاک رو ریختیم روی اونها و یکم آب به صورت یواش و ملایم کمی آب میدیم. می‌بینیم که بعضی از بذرها بیرون اومدن، دوباره یه لایه خاک نازک روشون میپاشیم و بعد یک کیسه فریزر رو میکشیم رو کلن رو سرش و میذاریم بمونه به مدت 2 هفته تا 3 هفته. گل رز کلن دیر سبز میشه دوستان، نگران نباشید. آبیاری مجدد هم تا 2 هفته تا 3 هفته آبیاری لازم نداره و اگر خواستین آبیاری کنین فقط با اسپری آب. همین. خدا نگهدار شما. به این شکل یک کیسه فریزر رو کامل روی گلدون قرار میدیم و در واقع وکیومش میکنیم و اصلا بهش دست نمیزنیم به مدت حداقل 3 هفته. اگر لازم شد در آینده نزدیک یک چند تا سوراخ کوچولو روی این پلاستیک ها ایجاد میکنیم که هوا کمی